سلام هموطنان عزیز، بیننده های خوب ملی اسپورت، امیدوار هستم که سلامت و سر حال باشید. بیننده های گرامی، ما آمدیم تا از موترهایی که تجاران ملی ما برای لیگ دور هفتم بزکشی افغانستان مد نظر گرفتن تا یک معلومات داشته باشیم. می رویم با سرور جلال رئیس فدراسیون بزکشی افغانستان صحبت می داشته باشیم که این موترها را کی در این دور بزکشی برای قهرمان و برای بهترین بازیکن مد نظر گرفته است. سلام رئیس، در رابطه با موترهایی که از سوی تجاران ملی تحفه مد نظر گرفته شده به تیم قهرمان در آینده و بهترین بازیکن ها، میشه یک معلومات کلی و خوب برای ما ارائه کنین؟ تشکر. سلام به شما، سلام به بیننده محترم ملی سپورت. موترای اما یک تشکری خاص از تجارای ملی و بین المللی خود میکنیم که ما را یک عرض موتر کورلای 2012 کمال خان نبیزاده که از مسکو زنگ زد و اونا آورد به فدراسیون تسلیم کرد. یک موترم انجینر صاحب شبیر احمد احمدی از بدخشان تجار ملی ما اونا آوردن. یک محترم شرکت سلطانزاده مصطفی سلطانزاده که صاحب رازق آورد با ما تسلیم کرد، یک محتر داکسنی فورتا. و یک محترم انجینر صاحب اشمت صاحب اشمت یک تجار ملی ما از تخار است، اونا آورد با ما تسلیم کرد. یک محترم دین رو شما شاهد عزیز بودین که دین رو برای ما یک محترم فیصل خراسانی بسیار مدل بالا موتر آورد. انشالله ما کلی موترها را و دیگه هم دراست انشالله چیزی موترهایی که میاد، چیزی جوایزی که از رهبری فدراسیون ملی بزکشی انشالله فیصله میکنه که در قهرمان، نایب قهرمان یا در دورای خوب یا در چاپاندازای خوب چیزی که لازم دید انشالله ما فقط میگیریم و با اونا تقدیم میکنیم انشالله. و بازم یک تشکری از کل تجارای خود میکنیم، از دیگر تجارای خود تشکر میکنیم و امید هستیم که همین بازی ملی است، همین تحفه چیزی که دارن بیاره با ما تسلیم کنه که ما دم قهرمانای خود بتیم. بسیار عالی. در این دور هفتم لیگ بزکشی افغانستان کدام گزینه ها برای که برایشان تحفه داده شود، مثلا بهترین بازیکن، بهترین گلزن، خوش اخلاق ترین بازیکن، این موارد مد نظر گرفته شده یا خیر؟ تشکر. این خو ما باز امیر رهبری فدراسیون کمیته داره، بعد از او با سریازی میشینن که به کی باید تحفه داده شود و بهترین ما کوشش میکنیم که بهترین یک تیم اخلاق خوب داشته باشه یا چاپاندازی باشه که اخلاق همین ورزش مراعات کنه. انشالله کمیته تکنیکی یا چی ما رهبری فدراسیون ملی بزکشی میشینه همین لازم دون و حق کسی بود دا سابقه ما می کار کردیم و حالی انشالله حق باغدار میسپاره برش میدیم.